بله. ستاره کو قشنگ من خدا رو شکر منم تو روشنایی ساندویچم می‌خورم. عالی شد، خیلی روشنه، عالی. سلامی دوباره و خلاصه این پروژه میشه گفت چند هفته‌ای. سلام، روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. صدای منو از غازیان میشنوین. ما خبر داریم. چه خبری؟ علی اون دکه قبلی رو بعد چند سال تحویل داد، الان اومده این دکه‌ای که پشت من میبینید و کرایه کرده و قرار شروع به کار بکنه. مطمئنا خیلی حالا برنامه ها داره برای اینجا که بخواد درستش کنه که خوشگل بشه. بعدش هم دیگه شما باید علی از این برای اینجا ببینید. استارت دکه جدید بین پمپباد و امامزاده است. اون قبلیه اون سمته، حالا ماشین شرکت باید دقیقا اومد جلوش، اون قبلیه اون بر بود، الان علی اومده این سمتی و کسی که اعصاب نداره نمیدونم بوقش رو یه سره کرده. میخوایم نور بندازن. این دکه بچه های کم بزرگتره به نسبت اون قبلیه. حالا ببینیم چه برنامه میتونیم بچینیم. هرکی رد میشه با تعجب نگاه میکنه. خیلی وقت باز نشده. خب دادن عادل باید بیاد ببینیم که چه برنامه‌ای برای داخلش میتونه داشته باشه. خیلی تاریکه بچه‌ها. میشه. علی میگه بزرگ میشه. میخوایی من بکشم؟ اینجا فضای خیلی بیشتری داره، چون مانور بیشتری بده. بچه ها جون بالاخره علی موفق شد که اینو باز کنه و اینجوری خیلی بزرگتر به نظر میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید سوخته باشه. الهی که چراغ خونت همیشه اینجوری نورانی باشه. اینجا رو درست کنی بعد بری سمت خونه. خب بیا. سلام بچه‌ها. علی بچه‌ها. دکه جدید. بیاین دیگه بچه‌ها حمایت کنید دیگه. ما جا به جا میشیم که شما بیاین حمایت کنید. نمیبینم حمایتاتونو. 2 هفته 3 هفته دیگه. 2 هفته. امید خدا. اونایی که اومدن پیش علی و دوست دارن خلاصه از کسب و کار میشه گفت اینجوری ساده حمایت کنن، بدونن که دیگه آدرس بعد این وره. بیاین. ما هم باید بریم یه سری کارا رو امروز انجام بدیم. خورده باید بریم دنبال داستان. در مرحله اول هرچی هست و نیست رو باید در بیاریم که ببینیم که این تو چه مانوری میشه داد. علی یخچال داره، سماور داره. این بچه خیلی توجه من جلب کرد. فکر کردم تو چای خوردم. آره دیگه چای خوردن همونجوری گذاشتن خوش شده. خاکو میبینیم چند ساله که این دکه به حال خودش رها شده. قیچی سرطانزا. این چند ساله اینجوری موندن اینا. ماه بس دیگه. ولی اگر حالا علی یکی رو با یکی صحبت کرده بیاد اینجا رو قشنگ نقاشی کنه، عادلم که حالا بخواد بیاد ببینیم که واسه طبقات چی کار کنیم بهتره. بچه ما همچنان منتظریم که عادل بیاد و نیم ساعته که به ما گفته میرسه و هنوز نرسیده. الان میاد. اگه بیاد. اولین بارش نیست. میتونم بگم منم عادت نکردم. اومد. نگی نادش نگی که من چی آگفتم باشه. بر طبل شادانه بکو پیروز و مردانه بکو. آقای اندازه‌گیر ولی کار داره عادل. عادل
عادل اصلا جری تو باید از فردا شروع کنی عادل با این شرایط. خیلی داستان عادل. چرا به دوستان من سلام علیک نکردی؟ چرا سلام گرم کرد؟ نبود گرم. سلامت گرم دوست. سلام. تاریک شدی. خب. عادل یخچال می‌خوایم. خب. باید گرمه. آره. اونم با اینجا. آره. رندراد سایزا رو می‌نویسه. نه، یه تا آخر باشه خب بهتره. باید البته باید ببینیم میخوریم. اساس؟ آره اینه. آره. چیز باشه توشو بتونی ببینی بهتره ها. اینا مثلا بامزه. اینم چیزه فکر کنم شیشه ایه. خیلی باحاله اینا. مثلا گل و هل و اینا. آره اینا خوبه. اینا هم جنسش خیلی خوبه علی. اگه بزرگشو داشته باشه اینا خوبه. ببین اینا، من اینا رو میگفتم بر چایی خوبه یه دونه بر نوات بود میتونیم هم بگیریم. چندمین رو در ساخت و ساز رو داریم دوستای عزیز. آهنگ دادیم ما. آره اون دیگه سریع حرف زدم که صداش درخواست کردی بیام نظر بدم. خیلی خوب داری پیش میری میگیره 100% این خیلی رو به رشد هستی. من الان دارم آینده رو میبینم ماشاءالله رو به رشد. الان یه سرم رفتم پیش پدر شوهرم گفتش که نه اینجا مکانش بهتره. گفت بگیره اینجا بگیره. نه اوکی میشه. دوستا چیکار کردی؟ بچه‌ها ببینید تو این فاصله علی داخلش رو نقاشی کرده یکم از اون حالت تیره در بیاد میگه زیاد نزدیکم نرو. و اینکه تو چیکار کردی کفو؟ فعلا کف پیش رفته. اینجوری در میاد چشویی. حالا قراره اینجا نقاشی بشه بچه‌ها. اینجا نقاشی میشه اینجا نقاشی میشه. دورت ها همه نقاشی. تموم شد کاره برای امروز. نقاشی چیکار کنیم؟ نقاشی کی انجام میده؟ یه دختر هست میاد انجام میده. کاراش فقط با عادل دیگه. پسر ببینید 4مین روز است با سازی دکست. هر سری رد میشی ما رو میگیری ها. رفتم تو چشا. آره دیگه میخوام ببینم که این مراحلش تا کی ادامه داره. عادل ها به زنگ زدی. زنگ دارم گفت داره میاد. منم رفته بودم پیاده روی بچه‌ها. یه قابلمه خالی دارم و یکم نون بربری. شامم نمیدونم چی باید درست کنم. هر دفعه بهتر از سری قبل میشه. حلال زاده اومد. حلال زدیم قیافه میگیری؟ فکر میکنی اوستایی چه خبره؟ هر سری میاد ما رو میگیره اینجا. هر سری میاد ما رو میگیره. ترشیه؟ شابانه بود. سیر ترشی تو این علی تلخ کمه واسه اینجا باید این طرف بریم بگیرم. چی رو داری؟ مشکلات اینجا میشه خیلی کارا کرد هم هزینهش میره بالا هم زمان خیلی زیادی میبره. من میخوام با یه هزینه کم و زمان سریع و بهترین راه حل ما اینو اول گفتن چوب که گفتن گرون میشه، بعد گفتن کمپاس که مثل اینکه این سقفه شیبش زیاد نیست همونطور که میبینید، بعد این رگه‌های آب رو میبینید وقتی بارون بیاد همه میره داخل کمپاس. سقف اینجا راحت کم شرایط داره سخت میشه. بچه‌ها پنجمین روز از تعمیرات اینایی که میبینید غذاست. سفارش دادم بخورم گشته نمونم. علی رفت تو خونه یه سری وسایل واسم بیاد الان میاد. زنگ زدم به من خودت بگو چی کار کردی. بابا میخواست بره علی میخواست بره غذا بگیره گفت زنگ بزنم به ستاره که ستاره هم بیاد. زنگ زدیم خونه بر نداشت، زنگ زدیم به گوشیش بر نداشت دیگه. رفت واسه خودش غذا خرید اومد. بعدم گفتیم هر وقت بیاد برام این واسه هم میخرید.
خوشمزه است. یه ذره ازشون گذاشتم برامون. اینم علی داشت میخواد الان وسایل بیاره. خوب. من چون این بالا رو این شکلی کردم ندیده بودم. کفم که علی دیشب شاپان زد با هم. خوب شد. خیلی خوب شده. لاین نوری کار کردی. دوستان عزیز سلامی دوباره. من امروز 2 بار رفتم پیاده روی، یه دور با هوریه، یه دورم با مریم و الان شدیداً گرسنمه. اومدم خودم رو به بدبختی و بیچارگی زدم بلکه علی بره برام یه غذایی بگیره. حالا یه آتاسخالای مونده‌شون رو میخورم تا بره غذای دیگه. آتاسخال چی؟ میاد پرتمیز و زیبا نداشتیم. از یه گوشه بخوریم اینجوری اون برای من خوردم این برای علی خوردیم. برای من خوشمزه بود. نه نداشت. نه با سفارش داده باید حاضر کن. الان حاضر میشه. پایدار رو مگه از قبل درست نمی‌کنن؟ این همون موقع درست میکنن. بذار اینجا بمونه جمع میکنم. بذار اینجوری بمونه. بذار اینجوری بمونه. جالب. چراغ دار؟ برم چیز بگیرم اینجا دارنی باید همین سوپرمارکت داشته باشه دیگه. نه بابا خونه کلی داشتیم. نه رو بلیش. عزیزای دل جاتون سر وسط قاضیان نشستم بر زمین و میخوام یه هایدا بخورم. البته الان متوجه شدم که علی یه هایدا و یه دونه از این سیب زمینی ها برای خودشون گرفت، 2 نفره خوردن، ولی برای من از اونجایی که میدونه من شمکوام یه دونه هایدای کامل خریدم. البته که همش رو نمیخورم، خیلی هم پروتئین به نظر میاد. از نظرم نصف دلتون نخواه. من عاشق کالباسم دیگه. نصفش میکنم شاید نتونستم بخورم. اینا دارن کار میکنن، من دارم میخورم. خوب پیچ کرد. بسم الله. عالی شد، خیلی خوب شده. چه نوری، واقعا به این نور نیاز داشت کردی. عادل اون صفو تو زدی؟ خدا رو شکر منم تو روشنایی صندلی جمع می‌کنم. عالی شد، خیلی روشنه، عالی. بچه‌ها به این نتیجه رسیدن که دور تا دور دکه رو با این کمپاس میخوام بپوشونن. اینجا که ذره درگیرش بودن اینجوری به نظر من هم کم هزینه تره، هم مشکلات بارندگی و اینا رو دیگه میتونه نداشته باشه. الان وقتی این ورش بیاد اینجوری شه خیلی خوشگل میشه، خیلی بهتر میشه. خیلی خوب شد، خیلی روشن شده. این بر در میاد، این بر میره اون بر در میاد. چندمین روز از بازسازی دکه علیو داریم. یه مهمون ویژه کوکوناز زیبا اومده اینجا رو چراغونی کنه برای علی. پا قدم خیلی داره این بچه، جانشو من بمیرم. اومدیم امروز دیدیم که عادل چقدر مراحل خوب پیش رفته، طبقه زده، حالا بیرون هم یه سری کارا داره. من و کوکو اومدیم یه سر بهشون بزنیم بعد بریم خونه. این بچه نباید من براش قصد بکنم، خدا. این بچه زیبا، بچه ناز دارم من، کوکوی طلا دارم من، کوکوی بلا دارم من. خب خیلی خوب شد به نظر من. تا اینجا کار که عالیه. حالا یه سری برنامه‌ریزی ها برای بیرون داشتن، ببینیم که بیرون چجوری پیش میره. بودی 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 بودی
معلوم نمیشه. تو با 3 تا بس بیاد چی خوب نیست. حالا بذار اطمینان اگه می‌تونی 4 تا. کار از محکم کاری نمی‌کنه. 4 تا بزنیم رو. باش کالسکه هم میگرفتم خوب. با کالسکه راحت این برون میرفتیم. بودی بچه من. بچه‌ها من دیگه دیشب رفتم خونه. الان اومدم دیدم که این قسمت اینجوری شد. به نظر من خیلی عالیه. ببینید حالا امشب قراره برخواری و اینا رو داشته باشن. آره دیگه الان داریم این منطقه یه سری وسایل دستگاه قهوه رو باید بگیریم. اونو بریم بگیریم، بعد بیایم عادل اگه بیکار بود بریم یه سری برق بگیریم، یه 2 تا لامپ، یه دونه اینجا میخوره، یه دونه شاید اینجا بخوره، اینجا میخوره. نقاشی بیرونش هم بکنم بعد این جریان. آره. دیدی آوردمش، گفته بودم تو اون ویدیو بیارمش اینا رو ببینه. یه چیزایی برای کافه میخواد. اونو میخوام. چیه این؟ اینجوری مونده؟ آره. اینا میخوام. برای کوکو هم ببینم اینجا تاتامی داره که بگیرم. البته منم اونجا بچه‌ها ماگ میخوام. اون برم میرم. به مشکل میخوری. نه. از خرید دکه علی رسیدیم به صندل من. خوبه. بالاخره روز موعود رسید. امروز افتتاحیه است. بالاخره این دکه از اون به این تبدیل شد. خیلی به نظر من قشنگه. امیدوارم که علی بتونه مغازه خودش رو افتتاح کنه. امروز به بچه‌ها گفتم که بیان که ازش حمایت کنی. چه حسی داری کار تموم شد؟ خیلی حس خوبیه. تموم شد. منم تموم نگم عادلم تموم. دست عروساتو در نکنه. تبریک میگم به علی، خیلی خوشگله، دلبازتر از اونجاست، دوستش دارم. و بچه‌های ما که اومدن حمایت کنن. ببخشید آقا به مبارک دستت در نکنه دوستم. انشالله کافه رستوران بزرگ بزنیم. قربونت برم. کافه دای علی. چه هوای خوبی هم هست امروز. این چه حرفیه؟ دستت در نکنه. خیلی زحمت کشیدی. چه شیرینی آورده دوستم. زور تا حالا دارم براش تنگ شد. این بزن سلامی دوباره و خلاصه این پروژه میشه گفت چند هفته‌ای به پایان رسید. خیلی خوشحالم که علی خلاصه مستقر شد اینجا. امیدوارم که هر چیزی که از خدا میخواد بهترینش رو به دست بیاره، روز به روز موفق‌تر باشه. امروز کوکوی عزیزم اینجا افتخار دادن به ما، حضور دارن برای افتتاحیه که مطمئنا قدمش پر خیره. خیلی خوشحالم. و چقدر اینجا این دیزاین بامزه شده، خیلی خوشگل شد. این کار کرده. یکی از بچه‌ها من استوری گذاشته بودم، خوبی اینستاگرام اینه، استوری میذارم هر کاری که دارم مثلا پیشنهاد میدم یا سوال میکنم و اینا میان جواب میدن. یکی از بچه‌ها گفته بودن که کسی که هست تو انزلی نقاشی انجام بده قیمت مناسب چون برام مهمه. بعد مهسا جون لطف کرد یکی از دوستان معرفی کردن، خلاصه اومدن و این کار انجام دادن. خیلی خوشگله. خیلی کم خلاصه عالی شد. امیدوارم بتونه یه روزی مغازه مورد علاقه‌ش رو افتتاح کنه، ما بیایم برای حمایت. شاید. بله از پوری خانم. چطور بچه داره؟ هم چینی ببر. چایش خیلی خوشمزه. ما چایمون رو می‌خوریم بعد اون رو نگه می‌داریم تو چای بخور. خب دقیقاً راست میگی حالتیه. اون روزم می‌بینه
آره هوری جان بخند آدم روزم لش کرده روی من مریم جون زحمت کشیدم خیلی باحال. مرسی شما یه چیزایی آوردین که خودتون پذیرفتین. آره قهوه قهوه دوست دارم. نه خیلی قهوه باحاله نیست دارکه. اصلا خیلی باحال میزنم. مرسی دستت در نکن لطف کردی مرسی. سلام بچه‌ها خوبین خوشین این ما رو دیده دیگه داره خوشو میکشه خدا بودی سلام بچه ها اومدیم کافه علی کافه جدید علی انشالله که خیره براش. من بله ستاره کو ستاره کو قشنگ من چه خبر دوستم؟ چه زیبا شده لباس زیبایی چه ست خوشگلی ست کردن دوتایی چه خبر پیمان؟ سلامتی خستم از سر کار میام. سلام خانم خوبی؟ ارفان میگه اول من نه با تو با بقیه سلام علیک کنی اول میگه من خوبی چه خبر؟ ارفان قیافه‌شو ببین میگه اول منو تحویل بگیر خوبی چه خبر؟ خوش اومدی باشه همه میدونن تو اینجایی همه تو رو اول دوست دارن بریم دور بزنیم چیه گودی؟ یه دعای قشنگ در علیس بکن به قول ببینی علی همیشه کسب کار باشه صفا باشه عشق باشه همیشه موفق باشه انشالله سری بعد دیگه مغازه بزن یه کافه خیلی بزرگ و قشنگ. الهی آمین کار چجور پیش رفت؟ خوب پیش رفت راحت بود یکم طول نکشید از وقتی دیگه واقعا شروع کردیم کار کردن قشنگ مثلا کار تعریف این خیلی تو رو دوست داره میدونم کارم خیلی دوست داره دور میشه سری عذابش مرغ و اینا دستمالی نمیده که کسی به کسی آه نه دستمالی نمیده ایده زیرایی همه خدا تو رو برکت بده خدا تی زکان تو رو بده چرا پررنگ دای الان به خدا بریم اونجا بزنیم نداری چرا آوردی قربونت برم نداشتی چرا آوردی خدا بود کار خدا بوده کار خدا بود ولی وسیله یکی دیگه بود ما وسیله بودیم به خدا دیگه ندارم میخوان آیفون ها بدم بهتون دهنم خوب تلاملا نداری اونم خوبه یه دونه ندارم من اومدم اینجا کار کاسبی امروز نتونستم برم پنجشنبه برم لاله‌زار اونجا خوب میتونستم کاسبی کنم تو نداری خانم؟ نه خانم نه مایه داری ترکیب نگاه بکن شما نه پیش تشکر میکنم ازتون بابت آرزوهای قشنگتون کامنت های زیباتون مرسی که اینقدر محبت دارید الهی که خدا هزاران برابر چیزی که برای ما آرزو دارید به خودتون بده دوستتون دارم ممنون میشم که بچه‌ها حمایت کنید بیایید خلاصه اینجا چای بخورید دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار